اگر فکر میکنید که یک ثانیه وقتی ناچیز است، پس این رسم ها را تماشا کنید. این نمودی رسم ها را یک ثانیه پیش از آفت نام میبرند و این رسم ها خیلی خوب به ما میفهماند که یک ثانیه ارزش دارد. مثلا این مرد یک ثانیه پیش با دوستانش خوشحالی میکرد، ثانیه دیگر ممکن به بیمارخانه افتد. پس بیایید درباره همین یک ثانیه کمی معلومات میگیریم و میفهمیم که باز چه حادثه های رخ میدهند در این قدر وقتی کم. پیش که در ویدیو لایک مونده، در کانال ابونه شوید. ما باشد سر میکنیم. السلام علیکم تماشاچیان عزیز، من سمیف شما باشد در کانال وی مستوی قرار دارید. چخاله که علاقه در سرشوی ویدیو فهمیدید. در این ویدیو سخن میرود درباره یک ثانیه. همگی یک ثانیه که در نظر ما اونقدر وقتی زیاد هم نیست، اما باور کنید در جهان چه حادثه هایی که میرود ناگفتنی. من در همین ویدیو کوشش میکنم قسم کمی آن حادثه هایی که در جهان رخ میدهد همگی در یک ثانیه با شما بیان کنم. در اول با شما همین را گفتنیم که عباره یک ثانیه رو و خود یک ثانیه رو اولین مرتبه در علم البرونی استفاده برده است، عالم فارس و تاجیک. چخاله که ما از گئوگرافیا میدونیم زمین در گرد محور خود دور میزند. اگر ساده گویم در گرد خودش دور میزند و از همین سبب شب روز میشود. در همین یک ثانیه زمین در گرد محور خود 464 متر دور میزند و همین 464 متر تقریبا برابر است با 5 میدان فوتبال بازی. باستانسی که بین سیاره ها پرواز میکند همین یک ثانیه کفایت است که 16 کیلومتر مسافت را طی کند. 16 کیلومتر مسافت این برادر خیلی مسافت کلان است. اینو چه خیلی تصور کردن ممکن است. تصور کنید که گرد و اطراف شما میدان است، میدانی خالی و در یک طرف اون میدان یک نقطه خردکک رو میبینید، یک نقطه سیاهی خردکک رو و روی شما به طرف همون است. رویتون رو به این طرف نگردونده، البته این همین نقطه‌ای که سیاهی در این طرف بود در این طرف میدان علاقه نیست میشه. 16 کیلومتر مسافت در یک میجه زدن نیست میشود از نظر شما. اما از این استانسیا و از راکت هایی که به فضا میبرند و یا اینکه به فضا میدرویند با سرعت همین قدر تیز، از ان همین راکت و استانسیا دیده باز چیزی تیزتر هم هست. این پرنده خردی با نام کالیبری است که در یک ثانیه میتواند از 50 تا 80 مرتبه پر زند. برای ان همین پرنده این یک ثانیه و مثل یک حیات است. لامپ های عادی که در هر خانه ما هست در یک ثانیه 50 مرتبه خاموش شده فروزان می شود. چشم ما همین چیزا رو نمیبیند از سببی که تیز بعد این حادثه رخ میده. در یک ثانیه وقتی که ما یک میگیم الکی همین لامپ ها 50 مرتبه خاموش شده باز فعال میشن. به زبان روسی این رو مرگد میگن. در یک ثانیه 50 مرتبه همین لامپ ها مرگد میکنن از سببی که در همین لامپ ها قوه جریانی برقی تغییر یابنده است. در جهان باشد در همین یک ثانیه 4 نفر تولد می شود به حساب میونه و 2 نفر وفات میکند. در پایین همین ویدیو سراغ یک سایت رو میگذارم که شما در آنجا درآمده خودتون میتونید آنلاین ببینید که در کدام دولت چند آدم تولد شد، در کدام دولت چند آدم وفات کرد. نه بلکه سراغ همین اینفورماسیون رو، بلکه دیگر سراغ هایی که سراغ سایت هایی که من از آنجا مثلا همین معلومات رو برای شما جمع آوری کردم در پایین همین ویدیو میمونم. خودتون میتونید مستقلانه درآمده خونید و باز دانشتون رو سیقل دهید. زنبور اصل باشد در همین یک ثانیه 250 مرتبه بال میزند و میتواند سرعتش رو تا به 65 کیلومتر در یک ثانیه افزاید و در همین مدت یک ثانیه در زمین در هر گوشه و کنار زمین 6 تا رعد و برق به زمین میزنند. بیل گیتس یکی از آدمان بایترین در جهان و اساسگذار شرکت مایکروسافت در یک ثانیه $308 کار میکند و کارشناسان حساب کرده برآمدند که در یک ساعت $1,370,000 کار میکند. یا توبه. آدم بایترین در جهان و سازنده سایت آمازون جف بیزوس در یک ثانیه $2,489 کار میکند و این برابر است به 160,000 روبل روسی تنها در یک ثانیه. 33 کوادریلیون و 860 تریلیون. این رقم از همه کلان نمبر کرده من نیست. رقمی که از همه زیاد بود من نمبر کردم در دیگر ویدیو است. حاضر قسم کمیش رو با شما میمونم. بعد از این حادثه یوتیوب با حساب کنی نوی 64 رقمه میگذارد و عین زمان حدود نهایی پرسمونترها در یک ویدیو برابر است با 9 کوینتیلیون 223 کوادریلیون 372 تریلیون 36 میلیارد 854 میلیون 775,808 مرتبه. یعنی اگر شما خواهید که شاچ که یوتیوب رو دویم براش کنید باید که ویدیو شما 9 کوینتیلیون 223 کوادریلیون 372 تریلیون
36 میلیارد 854 میلیون و 775,808 پراسموتر باید بگیرد. این ویدیو در برای یوتیوب است، میتونید در کانال در اومده دوام و اولش رو تماشا کنید. حاضر میگذاریم به موضوع. برای چی انا همین رقم رو نمبر کردم؟ برای چی؟ برای آنکه کامپیوتر با قوت ترین در جهان تیانخید که در خیتای موجود است همین قدر عملیات رو میگذراند در یک ثانیه، یعنی که 33 کوادریلیون و 860 تریلیون عملیات در یک ثانیه. اما با همین قدر با قوت بودنش این کامپیوتر نمیتواند که یک ثانیه اون عملیات هایی که در مغز سر انسان رخ میدهد یک ثانیه همین خیلی عملیات ها رو به مثل سر انسان انجام دهد. حاضر باشد با قسم کمی از ویدیو درباره مغز سر به شما میمونم از ویدیویی که در همین کانال است تماشا کنید، بعدا باز دوام میدیم. برای کارکرد کردن اینفورماسیونی که معلوماتی که شما میبینید میشنوید گوش میکنید برای مغز سر شما 80 میلی ثانیه لازم است. 80 میلی ثانیه برای چی لازم است؟ برای کارکرد کردن هر آن چیزی که شما میبینید میشنوید میفهمید. مثلا این حال شما همین ویدیو رو در یوتیوب تماشا دارید، مغز سر شما پیش از آنی که شما مثلا سخنان ما رو فهمیده ایستادید معین میکنه که با کدام زبان من گپ زده ایستادم، چه خیلی من گپ زده ایستادم، معاشرت خوب دارم مثلا با شما یا اینکه همه این رو در مدت 80 میلی ثانیه مثلا ابرابط میکنن مغز سرمون، یعنی که با زبان تاجیکی کار کرد میکند در مدت 80 میلی ثانیه، یک ثانیه نه 80 میلی ثانیه، یعنی که همه اون چیزی که شما میبینید میشنوید میخونید 80 میلی ثانیه پس بعد درک میکنید. برای همین وقتی صحبت با یگان نفر وقتی از ما یگان چیز رو میپرسن ما اول هم میگوییم یا اینکه چی میگوییم بعدا جواب میدیم. برای چی کامپیوتر نمیتواند یک ثانیه کاری رو که مغز سر انسان میکند اجرا کند؟ برای اون که یک ثانیه کار رو کامپیوتر اجرا کند باید که دارای 83000 پروسسوری با زبان روسی ماشین باید باشد، پروسسوری با قوتی باشد که همین یک ثانیه عملیاتی که در مغز سر انسان رخ میدهد اجرا کرده توانند. پس در اینجا یک سوال به من میاد که این قدر قابلیتی که مغز سر ما دارد در چی استفاده میبریم یا که مغز سر در چی استفاده میبرد؟ در همین کارهای روزمره که هر روز ما میکنیم، میبینیم، میشنویم، گپ میزنیم، میخوریم، خواب میرویم، همه همین قابلیتش رو مغز سر در همین کارهای استفاده میبرد. اگر برای ابرابط که یگان اینفورماسیون با ما 80 میلی ثانیه لازم باشد، برای اندیشه خود رو درباره یگان آدم ساختن با ما یک ثانیه لازم میشد. ما همگی یک ثانیه آدم رو میبینیم و تمام علاقه ما درباره همان آدم اندیشه های خود رو داریم، درباره خصلتش، چگونه بودنش، طرز رفتارش. در یک ثانیه مغز سر همان آدم رو با زبان روسی گفتیم اگر اسکنی رو واد میکند. اگر آدم 79-80 سال عمر بیند به حساب میونه اگر گیریم این تقریبا برابر میشد با 2.5 میلیارد ثانیه، یا که اگر شبانه روز رو به ثانیه برگردونیم برابر میشد با 86400 ثانیه. این برادر رو خیلی وقتی کم است. مقصد اگر بگیریم همین 1 تا 86000 اگر حساب کنیم الکه یک شبانه روز میگذرد، یا که از همین یک حساب کنیم تا 2.5 میلیارد ثانیه تا 2.5 میلیارد اگر شما حساب کنید عمر شما برباد میره، عمر شما میگذره میره. خدای توبه. یک تصور کنید از 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 همه خیلی میشینید حساب کرده تا 2.5 میلیارد حساب میکنید میشوید الکه عمر شما گذشت رفت، عمرتون برباد رفت. گوش کن فقط با من میکنی. برای همین برادرها این وقتی کوتاهی که در دست داریم به شما مصلحت میدیم که در عبادت خداوند گذارید، به یگان کارهای مقصد بیفایده دست نزنید، بلکه به کارهای خیر مقصد یگان کس رو انجامدن همین خیلی کارها. بعدا میتونید همین ویدیو رو با همان دوستانتون لایک کنید که وقتی خود رو نمیدونن، وقتی پرقیمت خود رو مقصد صرف کارهای بیهوده میکنن. تماشاگران عزیز، طول این چند دقیقه که وقت شما را گرفتم باوری دارم که بیهوده نگذشت و از همین ویدیو شما با خودتون چیزی نوی را آموختید و چیزی نوی را گرفتید. و اگر همین خیلی باشد پس در همین ویدیو لایک مونید، در کانال ابونه شوید، اینجا را بجقین تمام. زیرا همین خیلی ویدیوهای آموزشی شما را در پیش انتظار است. و طول این چند مدتی که به شما فهموندم که وقت خود را ثمرناک استفاده برید و وقتتون را گرفتم، این من بودم سمیع امید و همه برای کار در پناه الله باشید. خیر تا بازدید، وقت خود را ثمرناک استفاده برید.